دانلود از اینستاگرام روش‌های مختلفی داره، ولی شما میتونید از طریق این سایت خیلی راحت پروفایل، عکس، ویدیو، استوری و انواع اقسام ویدیوها رو دانلود کنی. این ویدیو رو حتما سیو کن که یادت بمونه. وارد این اینستاگرامت میشی، هر عکس یا ویدیویی که می‌خواستی و واردش میشی، این سه نقطه بالا میزنی، کپی لینک رو میزنی، وارد برنامه سافاری میشی. تو قسمت گوگل اینجا باید سایت ingrammer.com رو سرچ کنی. اولین سایتی که بالا میاد واردش میشی. اینجا اگر ویدیوت به صورت ریلز بود حتما باید این قسمت آخریه رو بزنی. اگر میخواستی پروفایل یا استوری رو دانلود کنی حتما باید آیدی طرف رو بزنی. حالا من ویدیویی که دانلود کردم اینجا پیست میکنم. بعد از اینکه به قسمت دانلود زدم چند ثانیه بیشتر زمان نمیبره، ویدیو رو واسم میاره بالا، روی دانلود میزنم و میتونم دوباره اینجا دانلود، ویدیویی که دانلود کردم میاد اینجا و اینجا و میتونم خیلی راحت داخل گالری من ذخیرش بکنم. این کمپانی هر روز کلی از این گوشی‌های ترکیده از همه جای کشور بر ما ارسال میکنن. پیج ما رو فالو کن تا یه روزی اگه گوشی شکست نگران نباشی، گوشی رو کجا ببری که قابل اعتماد باشه و تعمیر بکنه واسه